درود رفقا، چطورین؟ من دیم و اینم کانال منه. به کانالم خوش اومدید. این قسمت پنجم از سری ویدیوهایی که من دارم قبل از معروف شدنم میگیرم که کسایی که بعدم میخوان طرفدار من باشن و ممنونم ازشون، ببینن که روند بهبود صدا سازی من با چیا بوده و هر مشکلی که پیش بیاد من توی این ویدیو بهتون نشون میدم. دیگه روی من میبینید دیگه. حالا بزن بریم سراغ اوج خوندن. من اوج رو زیاد تا حالا خوندم، اوج آهنگا رو، ولی خب همش بستگی به یکی انتخاب آهنگ داره، یکی هم تمریناتی که میکنی. حالا من امروز چند تا آهنگ متفاوت انتخاب کردم که ببینم میتونم اوجش رو بخونم یا نه. خب من 3 تا آهنگ انتخاب کردم، 3 تا تیکه های آهنگ. الان میخونمش که بعد ببینیم با تمریناتی که کردم بهتر میشن یا نه و آیا فشاری بهم میارن یا نه. اولین آهنگ خانم گوگوش نگو بدرود هست که توی این تیکه آهنگ میگن به این زودی نگو دیر، منو دست خدا نسپار. به نظر خودم که عالی نبود، فقط خوب بود. الان قشنگ متوجهم که باید تمرینات اوج خوندن رو انجام بدم چون روی گلوم فشار زیادی بود توی این آهنگ. حالا یه آهنگ دیگر رو بخوام بخونم، آهنگ آقای ناصر زینعلی همسفر که میگه همسفرم باشی بهشتم تهش. اینم روی من فشاره ولی میتونم اوجش رو بخونم الان راحت است. آهنگ خانم گوگوشه. و آهنگ دیگه که میگه درست لحظه ای که تو باید بری، اسیر احساس مبهم شدی. که خراب کردم. بریم سراغ تمرینا ببینیم که تغییر میکنه صدام یا نه. پس بزن بریم. Let's go. خب اولین تمرینی که میخوام بکنم تمرین تنفس دیافراگمی. خب با اینکه خیلی تو تنفس دیافراگمی مشکل دارم هنوز، واسه اوج خوندن من نفس کم میارم. پس اول رو نفسم کار میکنم، میشمارمش. دممو اول دمو میشمارم، بعد بازدم. دمم 4 ثانیه. بازدم دادم. دوباره میگم دم 3 ثانیه. چند ثانیه شد؟ 15 ثانیه یا 20 ثانیه از روی ویدیو میگم. خب مشخص بود که بازدمم خیلی طولانی تر از دمم بود. خب حالا میام سمت سراغ مصوتا، چون مصوتا محدوده صدامو گسترش میده برای بلند خوندن. مثلا آ آ آ آ آ آ آفرین، چقدر خوب من صدامو بالا پایین میکنم تو محدوده‌های چست وایس و هد وایس. خب حالا میام این آ رو یه ذره انعطاف پذیرتر و دلنشین‌تر میکنم. اگه بتونم آ آ میخوام حس کنم صدام توی دیافراگم و توی گلو مونده. میخوام یه داد بزنم که جیغ نداد، که صدام قشنگ بیاد بیرون. آ آ آ انگار صدام تو گلو مونده بود. خب حالا سراغ ترومپت میرم. دوباره با مثبت آ. من چون تک بردی شدم جدیدن نمیتونم هم بخونم هم بشمارم، یه جورایی اشتباه میکنم، ولی خب سعی میکنم بشمارم. قبلا خیلی بودی بودم و چند تا بودی بودم مثلا همزمان 5 6 تا کار رو انجام میدادم، ولی الان نمیتونم. الان تمرکزم و تنفس دیافراگمو گذاشتم روی اینکه روی کار مسلط بشم. تمرکزم. خب حالا میام آهنگا رو با ترومپت میخونم. اول همسفرم باشی بهشتم تهش میخونم. یه ذره صدای سر شد. دوباره میام تو چست وایس. همسفرم باشی بهشتم تهش.
همسفرم باشی بهشتم تهش، همسفرم باشی بهشتم تهش. عالیه، پرفکت. حالا آهنگ خانم گوگوش. به این زودی نگو دیر، منو دست خدا نسپار. عالیه، چقدر من خوب خوندم، آفرین بهم، آفرین. آهنگ چی بود دیگه؟ آها. این کاریه که من به جای این انجام میدم، چون وقتی اینجوری میکنیم صدامون رو خش میکنیم و من به جاش میگم و بعد همه چیز عالی میشه. درست لحظه ای که تو باید بری، اسیر احساس مبهم شدیم. امیدوارم که درست خونده باشم، به نظر خودم که درست خوندم. آفرین به همه کسایی که اینجوری دارن پیشرفت میکنن تو صدا سازی و تو همه مراحل زندگی. اینم از اوج خوندن بود، قسمت پنجم. آره، قسمت پنجم ویدئویی که قبل از مربوط شدنم گرفتم برات. امیدوارم که دوستش داشته باشی. میدونم که کیفیت صدا و تصویر زیاد اوکی نیست، ولی من تمام تلاشمو میکنم که محتوای قشنگی رو براتون بذارم، حتی بدون امکانات. دوستتون دارم. مچ بهتون، قلب بهتون. دو 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 دو. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون خیلی باشید. خیلی دوستتون دارم. ویدیو بعدی میبینمتون. بای بای.